سلام ای پیشوا، ای مردی خدا داد، بی کردی پارهایی دولت آباد. همه اصل همه خانیم تحسین، با آن فرزان مادر کی تو را زاد. همه خانیم تحسین، با آن فرزان مادر کی تو را زاد. خدا خندید برویم در امان باش، سرافراز آدمی روی جهان باش. مگو زینها روزه پیر گشتم، همیشه پیشوای من، پیشوای ما، تاجیکان باش. همیشه پیشوایی تاجیکان باش. همه اصل همه خانیم تحسین، با آن فرزان مادر کی تو را زاد. بیننده های عزیز ارجمند، یک درود گرم نثار همه شما. برنامه فضا است روشنی بخش خاندانتون چون همیشگی و خیلی شاد و خرسند هستم که این شام نیز با امر تقدیر من مهمانم با مهمانان برنامه فضا، مهمان در خاندان شما و سپاس میگم برای مهمانداری تاجیکانه. عزیزان دل، چون هر وقت تصمیم گرفتیم گروه ایجادی که این نوبت نیز با تازه ترین ترانه ها، با تازه ترین صحبت ها یک کمی هم باشد طبع شما را خوش بگردانیم. و عزیزان دل، در مهمانی محسن رامشگران و آوازخوانان ارکستر استرادی گلشن همراه استاد ارجمند هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد بهادر نعمتوف شما را خیر مقدم میگویم. همه شما را من سپاس میگویم برای آمدنتون. یک ترانه نهایت زیبا رو در وصف پرزیدنت محبوب کشورمان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت خب امید جان برهان سراییدند که بسیار زیبا بود، بسیار شنوا بود و من سپاس میگویم که واقعا هم ما هنرمندان، ما دستاندرکاران راه ایجاد باید زحمت‌های کشیده پیشوای ملت را در سرود و در حرفامون تصویر بکنیم، زیرا واقعا هم ارزنده هستند. خب اکنون فرصت دارید که برای نزدیکان و پیوندانتان، برای مخلصانتان از همین منبر مقدس برنامه فضا یک سلام و یک پیام و یک درود بگویید. خب اولا سلام و پیام خود را به تمام تماشابینان مخلصان برنامه فضا میرسانم از نام خودم، از نام کلکتیو گلشن رامشگران آوازخوانان، از نام راهبر بدیعی ارکستر گلشن بهاءالدین نعمتوف. ما من یک مدتی تقریبا یک ماه است که کار را شروع کردیم. بهاءالدین همچون راهبر بدیعی ارکستر گلشن، من سرمشاوری
ارکستر گلشن و امروز ما تصمیم گرفتیم بار اول یک برنامه نوی خود را برای تماشابینان فضا پیشکش کنیم. بسیار خوب استاد، راستی جای حق گفتن است که خیلی باز شد که رامشگران واقعا چیره دست و سلیستان این ارکستر بانفوذ وطنی را ما در برنامه ها ندیده بودیم و خوشبختانه امیدوار هستیم که از این سپس شاید تیز به طور زودی بیننده های عزیز این گروه ایجادی بانفوذ برای شما ترانه های جالب، ترانه ها در موضوع های گوناگون را تقدیم خواهند کرد. خب تشکر میگویم به همه‌تان. دوستان عزیز، بار دیگر یادآور میشوم که در مهمانی ما هستند رامشگران از ارکستر استرادی گلشن، سرمشاور این ارکستر استاد هنرپیشه خلقی تاجیکستان بهادر نعمتов، راهبر ارکستر استرادی گلشن بهاودین نعمتов، همچنین آوازخوان امید جان برهان و دیگر نفرانی که در ادامه برنامه برای ما ترانه سرایی میکنند و وقت ما را خوش میگذرانند. بیدکن صحبت را آغاز میکنیم. ترانه نخستین را شنیدیم، خیلی راحت بخش بود و با اجازه شما استاد من میخوام چند جمله از امید جان برهان بپرسم که این سرود چگونه آماده شد؟ خب در متن سرود کی به شما کمک کرد و چگونه همین ایده پیدا شد که شما این سرود را آماده کردید؟ راستی این سرود رو چند وقت باز می شود که همراه اکای بهاودین، همراه استاد مشق کرده ایستادیم با همراه انسامبل گلشن. در خانه یک کمی آماده کردیم و باز با بهاودین و استاد ارجمند و باز با دسته رامشگران خیلی عالی برآمده است و واقعا هم همین گونه است که خوب میگن سرجمی البته به انسان یک ثمر خوب میدهد و سپاس میگویم به شما. بسیار تشکر، بسیار عالی هم بود و امیدوار هستیم که همین گونه سرودهای والا و گوشنواز و راحت بخش و موضوعهای واقعا جالب را ادامه میدهید. سلامت باشید، ما حرکت میکنیم. تشکر، خوش آمدید. استاد شما بگویید که همچون سرمشاور این ارکستر حال حاضر بندی چی کار هستید و دسته رامشگران را، هنرمندان جوان را چگونه برای راست برای رسیدن به موفقیتشان هدایت میسازید؟ ما هر روز پیوسته کار کرده ایستادیم، سرودای نو به نو تیار کرده ایستادیم و همه طرفه، یعنی که ما حاضر امروز آماده کردیم 4 سرودی نو برای شما پیشکش کنیم. در به نزدیکی به مناسبت 25 سالگی وحدت ملی ما سفری هنری داریم به وادی رشت، به شهر و ناحیه های وادی رشت سفر میکنیم در روزهای عید وحدت و عموما نقشه ها بسیار. در آینده ما تصمیم گرفتیم که هر ماه یک برنامه نوی فضا را ثبت کنیم. بسیار خوب. یک زمان در همین انسامبل، در همین ارکستر بانفوذ فعالیت میکردید گمانم؟ البته من جوانی من در همین ارکستر گذشتگی است و من با کمالات رسیدم در این ارکستر و همیشه دل من، وجود من با همین ارکستر است. بسیار خوب، امید میبندیم ما و شاید بیننده ما حال حاضر گرد سوال آن گردیده ایستاده باشد که چرا بهاودین با یک سن جوانیش راهبری این ارکستری بانفوذ کشور را بر عهده داشته باشد. خب بیاید برای بهاودین، شاید بیننده بسیاری ما نداند که شما کجا تحصیل کردید، خب از دنیای موسیقی چگونه خبر دارید؟ یک کمک میخواهم شرح بدهید در این باره. از دنیای موسیقی از خوردی، چون که در محیط موسیقی من به وایه رسیدم و در سن 6 سالگی پدرم به من گفتن که به مکتب موسیقی میرویم. من مایلش گفتم و رفتیم. بعد فهمیدم که چی بوده است این. راستی دشوار بود، چون که از خوردی هوش به کوچه میخوایی بازی کنی، ولی دویم نصیحت میکردن که وقت رو بیفایده صرف نکنو، مشق کن. من همچون در اختصاصی فورتپیانو تحصیل میکردم. بعد از ختم موسیقی باز هم با هدایت های پدرم به کالج موسیقی داخل شدم. بعد در کنسرواتوری ملی 1 سال تحصیل کردم و بعد از 1 سال تحصیل در کنسرواتوری در اختصاصی آهنگسازی مرا به فدراسیون روسیه به شهر سنت پترزبورگ روان کردن. اونجا رو ختم کرده اومدم و در کنسرواتوری
فعالیت میکردم. магистратура ро низ ҳамин сол хатм кардам ва имсол хеле соли бобарор аст барои ман. ман шукр мегӯям ва ташаккури зиёд мегӯям ба тамоми он нафароне ки маро дастгирӣ мекунанд, бо ман ҳастанд. аз фурсат истифода бурда ба тамоми навозандагони мутрибони оркестри гулшан ки имрӯз бо мо ҳастанд, чунки бо як нафар ягон ба камолот расида наметавонад, кор пеш намеравад. ҳар як нафароне ки сарояндагоне ки имрӯз дар бари мо ҳастанд, хушбахтона имрӯз падарам дар бари мо ҳастанд, насиҳатҳои хуб мекунанд ба раҳи рост. ҳидоятгар ҳастанд. воқеан ҳам як давлати калон аст вақте ки аз забони хурди падар шуморо ҳидоят кард дар роҳи мусиқӣ ва токунун ҳам бибинед ки با همون قوا و توانایی که در بر دارد تلاش میکند که در سبزش هنر شما، در سبزش هنر دیگر رامشگران، دیگر سراینده ها دست خیر داشته باشد. واقعا این لطف پدری است که ما باید به قدرش برسیم. و هموطنان عزیز، وقت شما را ما بسیار نمیگیریم چون که برنامه فضا برنامه زنده سرایی است و به صبرانه امیدوار هستیم و میدونیم که شما منتظر شنیدن ترانه نوین هستید. خب این بعد باز نفران دیگر هستند که اینجا ترانه آوردن در برنامه امان برای ما و شما هدیه می‌سازند. خب کی از دوم استاد؟ خب دوم در اینجا باز یک آوازخوان جوان شاه صنم هستند. مگس برای ما یک سرودی شوخ میخونند. یک سرودی با نام بی‌وفایم، شعر لایق شیرعلی، آهنگ خودشان. بسیار خوب، بسیار خوب. شاه صنم یوسف آقا. با استاد ارجمند شاه صنم را ما میشناسیم. ایشان ختم کرده کنسرواتوری ملی هستند. به گمانم چون چند دفعه در برنامه ما اشتراک کردن همراهی استادشان خورشید ابراهیموف. درست خاطر کردید. این که از شعبه عنعنوی کنسرواتوری ختم کردن و اساساً در ژانر شش مقام کس میخوندن. هنرمندان خیلی جوان هستند ولی الکی دست به آهنگ بستن، دست به کار ایجادی. بسیار خوب. پس استاد ارجمند گمان میکنم که ترانه رو بشنویم بعد یا یک کم صحبت کنیم سری وقتی میشه. بسیار خوب میشد. بسیار خوب. خواهش میکنم. مرحمت. عالمی هستی دیگر شد، دلی دیوانم دیوانه تر شد، چونان از داغ هجرانت گریستم، زمین در زیر پا از گریه تر شد، چونان از داغ هجرانت گریستم، زمین در زیر پا از گریه تر شد.
با دستگیری استادان، با دستگیری رامشگران در انتخاب رشته استراد هم موفق خواهید شد مثل رشته شش مقام. خوش آمدید به برنامه ما. با شما خیر و خوش میکنیم و بیننده های عزیز پس از چند لحظه باز ما برمیگردیم. اینک دوستان عزیز حضور دارند مهمان نوبتی ما آوازخوان ارکستر استرادی گلشن خاور مرادوف. خاور شما را خوش آمدید میگوییم. تشکر زیاد. با چی سرود آمدید به برنامه فضا؟ ما با یک سرودی برگرد آمدیم بر شعری شاعره تومیریس و آهنگی بنده پیشکش شما میگردونیم. بسیار خوب. برای اشتراک در برنامه ما چقدر آمادگی دیدید؟ چون برنامه زنده سرایی است و صحنه تلویزیون است، چگونه بود؟ راستیگه ما طول یک ماه تمرین های خود رو در ارکستر استرادی گلشن شروع کردگی هستیم. پیشکش شما میگردونیم و بهای شما رو نیز ما انتظار هستیم. تشکر. بسیار خوب. و ببینید که چون زنده سرایی کردن هم کار سهل و ساده نیست، چون که بیننده بها میدهد این رو و امیدوار هستیم که خاور چون هنرمند کسبی هستید و گفتید که آهنگ رو خودی من ایجاد کردم، این هم یک هنری والا است برای یک هنرمند جوان و ما حتما ترانه شما رو بعد از چند لحظه صحبت خواهیم شنید. تشکر. خب بهاءالدین شما باید یک کمک صحبت کنید اطراف کار همین حالا چگونه رفته ایستاده است در ارکستری خوب استرادی گلشن و همچنین یک راهبر جوان چی ایده های نوین دارید در خوب این ارکستر وارد خواهید کرد؟ خوشبختانه کار با دستگیری رامشگران باز قید میکنیم که با دستگیری سالیستان خوب رفته ایستاده است و امیدواریم که باز خوبتر می شود، چون که ما دسته رامشگران رو، هیئت رامشگران رو نقشه داریم که زیاد کنیم، چون این انسامبل نه بلکه ارکستر است. در مورد انتخاب متن‌هایی که به هنرمندان میکنید طول یک ماه است، با کی همکاری دارد؟ این همین گونه است که باید مثلا هنرمندان با شاعران همکاری داشته باشند، با آهنگسازان همکاری داشته باشند. خوب البته در یک جایگی چگونه است انتخاب موضوعاتون، انتخاب خوب متن‌هاتون با کی است؟ با نمیدونم شاید استاد به شما کمک میکنه، شاید یک نفر دیگر. این سوال به من جواب هم خوبتر میشود، برای اینکه حالا ما کار رو نو آغاز کردیم مدت یک ماه میشود. در آینده ما در نقشه داریم یک میزی مدور با بسته‌کاران تاجیک رو دعوت کنیم و در آنجا واخوری گذرانیم. هر یک تا آوازخانه، یک تا سرودخانه و آنها تصورات پیدا کنند که دیاپازون هر یک آوازخوان چه خیلی است، چگونه میسراید، در کدام اسلوب میسراید و بسته‌کاران و شاعران با اینها متن‌ها نوشتن، آهنگ‌ها ایجاد کنند تا اینکه برای ارکستر گلشن آهنگ‌های نو و تازه ایجاد کنند. ما همه خیلی نقشه ها داریم. البته پیوستگی خود را با کمپوزیتوران تاجیک، با شاعران تاجیک بسیار علاقه‌مندی زیچ خواهیم کرد. بسیار خوب است، بسیار خوب است. در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردید؟ بله اشتراک کردم. چی آهنگ بردید؟ چگونه شد؟ مردم چگونه بها دادند؟ اعضای حکمان چگونه قبول کردند؟ دو دوری اول من نوازش پیشنهاد کرده بودم، سیویتای سازی، و دوری سیوم ما یک سرودی دوشنبه پیشنهاد کردیم. آن را بسیار فکر کردیم که اجرا کند و در آخر پدرم با برادرم اجرا کردند، ولی متاسفانه یکم جا نگرفتم. اشتراک کردن خود غالبیت است در چون یک آزمون با نفوذ. من همین در آزمون هم با راست گپ نمیخواستم اشتراک کردن، چون که من در کنسرواتوار فعالیت میکنم و در ارکستر پرزیدنتی فعالیت میکردم. کمی کارها زیاد بودن، ولی پدرم گفتن که اشتراک کردن در کار این یک تجربه است، این یک غالب یکم جور میگیری نمیگیری این مهم نیست. بله مهم اشتراک، چون که تمرین میکنی، فکر میکنی،
دسته نوازنده ها رو جمع میکنی، این همه تجربه است. از همین خاطر یک اشتراک کرده. سید اکبر من فکر میکنم که از این وابسته شرط نیست که یگان جای اشغال کنی. البته به هر کاری که دست میزنی از او تجربه میگیری. البته راست. یک قدم به پیش میروی، یک چیز میآموزی، برای خود یک چیز میگیری، میفهمی. یعنی که هر کی ناموزی گذشته روزگار ناموزد زی هیچ آموزگار. آموزگار بهترین این تجربه است. بنابر همین از این چیزها هیچ وقت دلشکسته شدن در کار نیست. یعنی که دور شدن در کار نیست، همیشه اشتراک کردن در کار، تا اینکه با ملکه خود را، تجربه خود را، استعداد خود را، یعنی که برای سایقل دادن. بله بسیار خوب. استاد ارجمند تشکر میگم برای صحبت و گمانم که باز بیننده های ما منتظر شنیدن این ترانه هستند. البته چون ایشان نغز میدونن که برنامه ما برنامه زنده سرایی است و بعد چند لحظه صحبت البته احساس شنیدن ترانه های نوین رو دارن. خب خاور مرادوف نیز آماده است بیننده های عزیز که همین حالا ترانه آوردهش را چون ارمغان برنامه ما هدیه شما کند. بالینت خالیست میدانی، باز این شب بیسترم سرد است، زیر لب آهسته میگویم آه خدایا این چی خیل درد است، زیر لب آهسته میگویم آه خدایا این چی خیل درد است. برگرد به خانه ای ماهی یگانه، به تو من تنهایی تنهایم، به تو من راهی که بپایم. برگرد به خانه ای ماهی یگانه، به تو من تنهایی تنهایم، به تو من راهی که میپایم.
و استاد ارجمند طول سالهای زیاد است که روی صحنه ایجاد هستید و شما رو سبزانیدن همین ارکستر استرادی گلشن، چون با هنرمندان خوب همسنی سال خویش فعالیت میکردید و یک زمان بسیار نفوذ کلان هم داشت این ارکستر و امیدوار هستیم که همان نفوذ پیشینه‌اش را با آمدن دوباره شما، با آمدن بهاءالدین پیدا خواهد کرد. خب بیاید در مورد توجه جوانانی که در اینجا فعالیت میکنن از روی ذوقشان آمدن برای کار و کارشان چگونه است بگویید. البته اگر اینها ذوق نمی داشتن، بله، شوق نمی داشتن، آتش در دل نمی داشتن، هیچ جا در ساحه صنعت، در ساحه موسیقی کار نمی کردن. برای آنکه این بسیار کاری آسان نیست، برای اینکه در اینجا همه نوازندگان یکچین، یعنی که یکی از بهترین ها در اینجا می نوازند. من در اینجا در فرصت استفاده برده راهبری موسیقی اکبر جان محمدوف را پیشکش میکنیم، شناس میکنیم و اگر تمام اینها رو من نامبر کنم وقت بسیار میرود. هر یک تا اینها متخصصی کسب خود، متخصصی اسباب خود هستند. بله، و گمانم که آوازخوانان هم نهایت زیاد گردیدن حال حاضر در انسامبل. حالا با در نقشه داریم باز آوازخوانای جوانی بالای خط با استعداد را، البته با مسئولیت بهاءالدین، یعنی اینجا اکبر جان، یعنی اینجا با راهبریت اداره اتحادیه ایجادی کنسرتی است. یعنی که ما در نقشه داریم باز آوازهای خوب را دریافت کنیم. بله، بسیار خوب. تصمیم های در پیش سوده بهاءالدین همچون راهبر بدیعی این ارکستر با نفوذ وطنی چگونه است؟ همچون یک جوان چی تصمیم ها در پیش دارید و چگونه میخواهید کارتان سبزیش کند؟ نقشه ها چنانی که پدرم قید کردن زیادند. سفری هنری داریم به وادی رشت و ما کوشش میکنیم که در یک مدت کنسرتی زنده گلشن را در پایتخت عزیزمون پیشکش نماییم. بله، بسیار خوب. امیدوار هستم تصویر استقلال کشور، تصویر زیبایی های دیارمان را در ترانه هاتون زیادتر انعکاس خواهید کرد و البته رسالت هنرمندیتان را اجرا همین گونه است. بله البته. تشکر میگم به شما برای یک صحبت خوب استاد ارجمند. سلامت باشید. و بسیار خوشحال گردیدم که با شما در صحبت بودم. تشکر. ترانه ها را از جانب هنرمندانی که اینجا آمدن شنیدم، خیلی عالی بود. و ترانه انجامی کدام آوازخوانان اجرا میکنند؟ حاضر یک دویت داریم در اجرای میجگانه و فردوس، یک سرودی بسیار خوشو دارند، رمال گلدوزی، رمالچه گلدوزی. بسیار خوب. و بسیار جالب است، مرحمت تماشا کنید. بیننده های عزیز، ترانه انجامی رو حال حاضر میسرایند فردوس نعمت و میجگانه ابراهیمووا و چون آهسته آهسته به فرجام برنامه رسیده، ما برای شما خوشبختی و خوشحالی دائمه را تمنا میکنیم و با امید آنه که در تاجیکستان عزیزمون همیشه استقلالیت وحدت ابدی باشد و ما برای همدیگر به تبسم بنگریم و همین گونه با شعر و با ترانه عزیزان دل دیار عزیزمون را آبادگر باشیم. تا برنامه های دیگر با شنیدن ترانه نوبتی با شما خیر میگویم. یک سالی دراز در غم تو سوخته بودم. روی مالچه گلدوزی گلش برگ چنار، ما را سوختی گرفتی خود را به کنار. سوختیم شده
کشاکش بزنیم ما سوخته را دوباره آتش بزنیم ما سوخته را دوباره آتش بزنیم بینم پدرت هزار و یک چاره کنم دستت گیرم پیش پدر زاره کنم شاید که شود یکی دو مرواریدیش روی مالچه گل دوزی شود شاهدیش روی مالچه گل دوزی شود شاهدیش مروارید عشقیم و پر از شوق و نشاط بدهیم جلو به موج دریای حیات از چرخی فلک دیگر نبینیم جفا روشن بشویم و نور گیریم و صفا روشن بشویم و نور گیریم و صفا روشن بشویم و نور گیریم و صفا